سلام. فرض کن یه روز صبح از خواب بیدار شی و ببینی مردی که دیروز حتی نمیتونست امضاشو درست بزنه، امروز تبدیل شده به قدرتمندترین آدم یک کشور بزرگ. کسی که از دل محله‌های پایین تهران، از همون جایی که بچه‌ها با سنگپران بازی می‌کردن و رو خوش می‌جویدن سر در و رسید به جایی که اسمش لرزه میانداخت به تن وزیر و وکیل. ولی این داستان قهرمانسازی نیست. این روایت قصه آدمیه که بلند پروازی‌هاش یک کشور رو ضروری کرد. آدمی که خیلی چیزا دربارش گفته شده، اما خیلی چیزها هم گفته نشده. این تویی و این روایت زندگی رضاخان پهلوی، همون مردی که از سواری قزاق‌خونه سر از تاجگذاری در آورد و آخرش تو غربت تنها و شکسته از دنیا رفت. رضاخان در 24 اسفند 1256 خورشیدی در آلاشت سوادکوه به دنیا آمد. یه روستای کوهستانی و سخت‌گذر. پدرش داداش بیگ عباس علی سرباز بود و قبل از اینکه رضا حتی 1 سالش بشه فوت کرد. یعنی رضا از همون اول با مفهوم بی‌پدری بزرگ شد. مادرش نوشافرین زن ساده‌ای بود که بعد از مرگ شوهرش دست بچه رو گرفت و راهی تهران شد. تهرانی که خودش هم وضع روزگار درست حسابی نداشت. اون زمان تهران پر بود از محله‌های فقیرنشین مثل سنگلج و چاله میدون. رضاخان هم توی همین فضا بزرگ شد، توی خانواده‌ای نه چندان منسجم. کمتر گفته میشه که رضا توی نوجوانی مدتی هم با دایش زندگی کرد. مدتی هم اینور اونور کارگری کرد تا خرج خودش و مادرش رو بده. یه نکته که جالب اینه که رضا از همون نوجوانی قد و هیکل عجیبی داشت. مردم محل براش لقب‌هایی مثل رضا یتیمه یا رضاخان قد بلنده گذاشته بودن. خیلی‌ها میگفتن این هیکل تنها سرمایه‌ای بود که رضا داشت. نه سواد داشت، نه پول و نه خانواده با نفوذ. رضا حدود 15 سالگی، یعنی تقریباً سال 1207 خورشیدی وارد قزاقخانه شد. اینجا دقیقاً همون جایی بود که مسیر زندگیش عوض شد. قزاقخانه رو روس‌ها ساخته بودن و آموزشاش کاملاً سبک روسی بود. خشک، خشن و بی‌رحمانه. برای یک پسر فقیر با هیکل قوی، این محیط بهترین جا برای پیشرفت بود. اون زمان درباره رضا یه چیزهایی بود که کمتر گفته میشه. قدرت تیراندازی عجیبش. توی تمرین‌ها معروف بود به رضا تیری درست هر هدفی رو میزد. خاموش بودنش، برخلاف تصویرهای بعدی، توی نوجوانی خیلی کم حرف بود. اصولاً از سیاست اصلاً چیزی نمیفهمید. سوادش در حد خوندن و نوشتن خیلی ابتدایی بود. حتی تا سن 40 سالگی درست حسابی نمیتونست بنویسه و بعدها هم وزیران مجبور بودن متن‌ها رو براش ساده کنن. رضا توی قزاقخونه به خاطر قدرت بدنی و انضباط شدید مثل موشک بالا رفت. 20 سال طول کشید تا از یک سرباز ساده تبدیل بشه به یکی از فرماندهان مهم. اما یه چیز مهمتر، در دوران آشفتگی قاجار هر کسی که زور داشت و کمی هم فهم نظامی به سرعت میتونست توی شهرها قدرت بگیره. رضا هم دقیقاً چنین کسی. قبل از رسیدن به ماجرای کودتای 1299 باید به چند نکته کمتر شنیده شده اشاره کرد. رضاخان چندین ازدواج داشت قبل از ملکه شدن تاج‌الملوک. ازدواج اولش با مریم بود، یک دختر از محله‌های جنوب تهران. حاصلش دخترش حمیده بود. بعد از مرگ مریم دوباره ازدواج کرد، اما این ازدواج هم دوامی نداشت. چیزایی است که کمتر میشنویم. رضا در نوجوانی به دلیل خشونت رفتاری 2 ازدواجش به درگیری و اختلاف شدید ختم شد. حتی گفته میشه توی یکی از ازدواج‌ها خانواده دختر مجبور شدن دختر رو از اون جدا کنن. رضاخان در جنگ‌های داخلی نقش جدی داشت. سال‌های 1290 تا 1297 ایران پر از آشوب بود. سالار دوره ترکمن‌ها، جنگ جهانی اول، غارت ایرات. رضاخان تقریباً در همه این نبردها شرکت داشت. اما رضاخان در بعضی از عملیات‌ها دست به غارت محلی‌ها زده بود. در سال‌های جنگ جهانی گاهی برای روس‌ها می‌جنگید و گاهی برای دولت مرکزی. بخشی از ثروتی که بعدها داشت از همین جنگ‌ها جمع کرد. کودتای 3 اسفند 1299 مهمترین نقطه زندگی رضاخان بود. خیلی‌ها فکر می‌کنن رضا خودش کودتا رو طراحی کرد، اما واقعیت تاریخی پیچیده‌تره. طراح اصلی کودتا سید ضیاءالدین طباطبایی بود با حمایت انگلستان. رضاخان فقط فرمانده عملیاتی نیروها بود، یعنی کسی که مأمور شد نیروها رو از قزاقخونه برداره و تهران رو بگیره. انگلیسی‌ها از بین فرمانده‌ها رضا رو انتخاب کردن، چون بی سواد بود اما جاه طلب و قابل کنترل. کمتر گفته میشه که رضا حتی تا شب قبل کودتا نمیدونست کودتا دقیقاً چیه. خودش بعدها گفته بود من فقط دستور داشتم حرکت کنم. اما نتیجه عجیب شد. وقتی سید ضیاء نخست وزیر شد، رضاخان هم شد سردار سپه، یعنی فرمانده کل قوا. از همینجا بود که بلند پروازی‌هاش جرقه خورد. رضاخان از 1299 تا 1304 کم کم همه مخالفاش رو حذف کرد. به چند حرکتی کمتر گفته شده دقت کنید. انحلال ایرات. رضاخان معتقد بود ایلات ایران دولت در دولت هستند. برای همین شروع کرد به سرکوب‌های سنگ.
بختیاری‌ها، لرها، کردها، قشقایی‌ها خیلی توی این دوره کشته شدن یا تبعید شدن. کشتن رفقای خودش. خیلی از فرماندهان قزاق که همراهش بودن بعدها توسط خودش حذف شدن چون نمیخواست کسی از گذشته‌اش زیاد بدونه. جریان‌سازی برای نخست وزیر شدن. در سال 1302 و 1303 رضاخان با حمایت روشنفکران سکولار و نظامی‌ها مجلس رو تحت فشار گذاشت تا به قدرت مطلق برسه. برنامه‌ریزی برای برانداختن قاجار. در این دوره رضاخان چند بار تلاش کرد رئیس جمهور بشه. بله، کمتر گفته میشه که اون در ابتدا دنبال ریاست جمهوری بود نه پادشاهی. ولی وقتی فهمید مردم مذهبی با جمهوری مخالفن، ورق رو برگردوند و پادشاهی رو انتخاب کرد. در نهایت در آبان 1304 احمدشاه قاجار عملاً خلع شد و رضاخان شد رضاشاه پهلوی. دوره رضاشاه پر از کارهای بزرگ و جنجالیه، اما ما اینجا فقط می‌خوایم واقعیت‌ها رو بدونیم. نوسازی‌های سریع، راه آهن، دانشگاه تهران، کارخانه‌ها. اما یه چیزایی که کمتر گفته میشه، بخش زیادی از هزینه‌ها با مالیات‌های سنگین از مردم و فقیر تامین می‌شد. شرکت‌های خارجی سودهای کلان بردن. بسیاری از پروژه‌ها به خاطر عجله کیفیت بالا نداشتن. کشف حجاب اجباری. و اما کاری که هنوزم بعد از 90 سال بحث برانگیزه اینه که حتی زن‌های درباری هم از ترس رنگت جرئت نداشتن بگن این کار باعث تنش میشه. گزارش‌هایی هست که توی برخی از شهرها نیروهای دولتی زنان رو مجبور به برداشتن چادر کردن و این باعث شورش محلی‌ها شد. تمرکز بر قدرت. رضاشاه تقریباً همه چیز رو شخصاً کنترل می‌کرد. وزرا مثل کارمندهای جز بودن. کسی جرأت مخالفت نداشت. در سالهای آخر سلطنت شاه زمین‌های زیادی رو از مالکان خرید، البته با زور. گفته میشه بیش از 44,000 روستا به طور مستقیم یا غیر مستقیم دست اون افتاد. داستان تقابل رضاشاه با روحانیون از همون اول با دعوا شروع نشد. اتفاقاً اوایل رابطه‌شون یه جور همکاری محتاطانه بود. روحانیون از فهمریختگی دوران قاجار خسته بودن. رضاشاه هم دنبال مشروطیت. پس اول راه هر دو طرف فکر می‌کردن میتونن از هم دیگه سود ببرن. اما مشکل از جایی شروع شد که رضاشاه کم کم فهمید تنها رقیبی که میتونه جلوش بایسته همین روحانیونه، چون مردم حرفشون رو گوش میدن. اینجا بود که رابطه از همکاری رفت سمت تصادف. اولش نرم شروع کرد، محدود کردن اختیارات سنتی، تغییر بعضی قوانین شهری تو محاکم، دست گذاشتن روی موقوفات سختی روی روحانیونی که حرف تند میزدن. اما نقطه واقعی تنش زمانی رقم خورد که رضاشاه تصمیم گرفت چهره ظاهری ایران رو یک شب عوض کنه، چیزی که بعدها شد ماجرای لباس متعددشکل و کشف حجاب. کمتر گفته میشه که اعتراض روحانیون فقط به حجاب نبود، به اجبار بود، به اینکه حکومت داشت بدون مشورت ریشه خیلی از سنت‌ها رو میزد. بعضی شهرها مثل مشهد و قم صحنه درگیری‌های جدی شدن. در مشهد خون ریخته شد. در قم علما راهی تبعید شدن. رضاشاه خیال میکرد با فشار میتونه مقاومت رو بشکنه، اما هرچی فشار بیشتر شد کینه در دل بخشی از جامعه عمیق‌تر شد. در واقع ماجرا فقط دعوای سیاسی نبود، دعوای دو مدل زندگی بود. رضاشاه میخواست ایران مثل اروپا بشه، روحانیون میترسیدن هویت مذهبی ایران از بین بره. آخرش هم هیچ کدوم کوتاه نیومدن. این تنش مثل زخمی بود که حتی بعد از سقوط رضاشاه هم بسته نشد، زخمی که مسیر تاریخ ایران رو برای دهه‌ها عوض کرد. جنگ جهانی دوم شروع شد و رضاخان سیاست اشتباه کرد. به آلمان‌ها نزدیک شد در حالی که ایران در مسیر منافع بریتانیا و شوروی بود. کمتر گفته میشه که رضاشاه باور داشت آلمان‌ها جنگ رو میبرن و میخواست روی اسب برنده شرط ببنده. وزیرانش بارها به اون هشدار داده بودن اما گوش نمی‌کرد. حتی وقتی تانک‌های انگلیسی به اهواز رسیدن، اون جلسه هیئت دولت رو نیمه کاره رها کرد و رفت داخل اتاق، عصبی و پرخاشگر. در شهریور 1320 انگلیس و شوروی به ایران حمله کردند. ارتش ایران 3 روزه فرو ریخت. همون ارتشی که رضاشاه 20 سال ساخته بود نتونست 3 روز دووم بیاره. در 25 شهریور رضاشاه مجبور شد استعفا بده. سواری قطار شد و ایران رو ترک کرد. نقطه‌ای از زندگی رضاشاه که خیلی کم دربارش گفته میشه، دوران تبعیدشه. اول به جزیره موریس برده شد، بعد به جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی. چیزهایی که کمتر روایت شده. رضاخان در موریس دچار افسردگی شدید شده بود. برخی از روزها اصلاً از اتاق بیرون نمی‌اومد. اون دام به اطرافیانش میگفت من نمیفهمم چرا ارتش نایستاد. شاه سابق در تبعید به شدت از دست انگلیسی‌ها عصبانی بود، چون فکر می‌کرد اونها به اون خیانت کردن. در ماه‌های آخر عمرش دچار مشکلات کلیوی و قلبی شد و مرتب تکرار می‌کرد اگر 1 ماه فرصت داشتم همه چیز رو درست می‌کردم. در 4 مرداد 1323 تنها در سن 66 سالگی درگذشت، بدون تاج، بدون تشریفات، بدون هیچ کدوم از اون شکوهی که خودش ساخته بود.
وقتی زندگی رضا شاه رو مرور می‌کنی یه چیز عجیب در میاد. اون مردی بود که می‌خواست ایران رو نور کنه، اما خودش حاضر نبود نور بشه. از یک طرف راهن ساخت و ساختار اداری مدرن، از طرف دیگه از مردم اطاعت بی‌قید و شرط می‌خواست. از یک طرف امنیت آورد، از طرف دیگه صدها نفر رو تبعید یا زندانی کرد. از یک طرف لباس پلیس رو مدرن کرد، اما از طرف دیگه مخالفانش رو با خشونت خاموش کرد. رضاخان تناقض بزرگی بود، مردی که هم می‌خواست قهرمان باشه و هم دیکتاتور. هم میگفت کشور باید قانون داشته باشه، هم خودش بالاتر از قانون بود. هم از دل مردم فقیر اومده بود، هم آخر زندگی میلیون‌ها هکتار زمین داشت. این روایت یک انسانه، نه فرشته، نه قهرمان، نه هیولا. آدمی با قدرت زیاد، اشتباهات زیاد و تأثیر انکار نشدنی بر ایران. ممنونم که روایت ما رو تا اینجا گوش دادید. اگه خوشتون اومد یادتون نره لایک و سابسکرایب کنید و اگه نظری هم دارید خوشحال میشیم با ما در میون بذارید. بدرود.